السلام علیکم. شما امروز تو منید کیدی علی مو یک ریزه ویدیو جور کردیم که مو یک تک 3 دلار رفته تقریبا یک بسیار خوبصورت جای در کنار یک واترفال در ملبن در گروروشن رود گفتم یک خوب یک شرچای جور کنی بعد از روزا کسته یک جایش تلی گفت یک شرچای مرچای جور کنی که یک خوب مزه کنی که قدم زیر رفیقا است یک دو روز زندگی تیر میشه از دی جای موقعی هم دی بسیار خوبصورت واترفال است مثلا نام چی یک چیز بود که نام زن بود که نام چیز بودک با دیگه در گریت اوشن رود است بسیار خوبصورت جای است که این واترفال یک دود نه واترفال یک واترفال بسیار نزدیک است در خود اپولوبیا در اپولوبیا که موریم جو واترفال سرچ کنی نزدیک میاد حساب کرکسن بخار واترفال نام چی بس این بسیار تقریبا یک تقریبا 100 زینه است که سونتا ماری بسیار خوبصورت بسیار یونیک بسیار هوای صاف سوتره اون روز که ما رفت بسیار خوب هوا خوب صاف سوتره بود دیگه بارش هم کده دیروز چی بارش کده در روز هفته چی ما روز یکشنبه رفتی آوام دیگه کم بود آبشار مثلا زیاد نبود لیکن هوا بسیار خوب صاف تمیز سوتره هوا بودک که ما از رفیقای خم که اونجا رفتی رش هم نبود نفرم کم بود بسیار خوب جای بود ما هم کست بسیار دیر بعد ویدیو انداختم باز بعد که کوشش نم که هر 2 روز بعد 3 روز بعد وقت شد بلدیشم یک خوب حیات انگیز ولا مثلا زبریشن جورنم ویدیوها جورنم اگر شما در حساب در چینل از من نوستید از این بسوش نکدید مثلا پلیز هم چینل سبسکرایب کید همو یک گنتیش هم پچیخ کید که در حساب که ما هر نه ویدیو رو جور کنیم بلده شما به شما بینگرنید شما در کمین کسا رایخ بدید که چی رقم است چی رقم نیه که ما کوشش کنی بهتر خوبتر بلده شما ویدیو جور کنیم ما خوشم که یک کتر ویدیو جور کنیم که خوش شما به که بسیار شما مزی ویدیو از من لطفا دو شنید ما کوشش نیم که بسیار میتر فیملی والا ویدیو جور کنیم که خوب جای ملبن بلده شما نشو بیدم جای تفریح جایش را نشو بیدم هر جای باز ما لوکیشن چی که میزدم بسیار موی جای تمام برش نشو بیدم هر کت ملبن زندگی منه که از ملبن بروست یا از استرالیا خارج است یا در افغانستان پاکستان یا ملکای دیگر است از خوبصورتی ملبن از جای دیدنیشی شما توسط ویدیو از ما دیدن کنید ای جایی که ما دیم در چند فصل زمستان است که ایت خوبصورت مشرومات بغلای درختها بسیار نازک بسیار قشنگ بسیار خوبشی پرشته که اینا در ویدیو در عکس قدم میگیره بسیار خوب بسیار شفاف معلوم میشه این رفیقای از من کسی این ورنده پیش بود که ما قد از نا رفتدیم در این جای رفتدی که اینا بسیار خوش داد که اینا یک جای دیگه هم است بسیار خوبصورت لوکاوت است که در این جای بلند به تیپه
که شما خوبصورتی از رود بغل رود که از بغل کنار سمندر ما را که شما نشون میدیم. یک است خود مستم، ای دیگه عمران جان رفیق ماست. یک دیگه مست محمد بایی است که او دیگه طرف است که ما امروز جور داده که بسیار خوب اشپس از ما بود که ما خوب اسپیشل شیرچای جورنم. شیرچای کسی 3-4 نفر جور میکردی، ما 3 نفر بودی چنگاو بودی که کدام جور کنیدی کدام. ما یک لحظه یک درون بال کدیم کدام یک ریزه شورت از آبشار هم بگیرم که آبشار دی وقت که است آبش بسیار کم است، قدر آب نداره، بارش وقدر نشته که آب است همیشه بسیار کمه، مثلا وقدر زیاد نیه. بسیار خوب جای دننی داره، شیطنی داره، جای که آدم باید بیشه دیگه کنه. امروز کم مایک مسئله داشته ما بزی خاطر که است وایس آور کدم بلده شما که شما بینگرنید توسطی از این ویدیو از ما خوب سر جای را دیدن کنید که یه درون کامرا ما گرتد من اولین دفعه بود که یه تست میکردم، نشون میدادم که ویدیو از چی رقم است، چیز ریزالتی چیز رقم داره، چی رقم فوتیج داره که شیرچای را جور کردیم. بسیار خوب، بسیار لذیذم داد. ما در این زمان که شیرچای جور میکردی یک انگریزم داد خیال که نا کافی جور بنده. بسیار چند دفعه گفت باید سون طرف از ما اومد سمو دخترش بود که دوست دخترش بود یا زنچ بود دور داد کت خدا خینا چیز جور بنده دیگه. ما امیر چای جور کردی، بسیار شیرچای لذت بخش، بسیار خوب شی. دیگه طبیعت که آدم مایا دیدی چای جور نه، چای بسیار خوب مزه میده که خاص که قدر رفیق آدم مایا که میگرده میشه بسیار خوب است که آدم یک تفریح میشه، یک تبدیل هوا میشه، آدم بگرده بیشه بسیار خوب معلوم میشه. آدم بگرده خوبه که یک اشاره فیروزی، یک اشاره که میگود قچیم اشاره نمویا اشاره نمونه، یک اندازی بود که در یک ویدیوش که دادیم که ما گفتیم موم یک دفعه تکرار کنی چی رقم است. ای آبشار کسته بسیار خوب سر دی گرور روشن رود کسته در ملبن گرور روشن رود چندین نیست از ای آبشار است. در اینجا بسیار خوب سر در آبشار است ویلینسن واترفال است. ویلینسن که واترفال اگر شما در ملبن سرجمونی 2 دانه است، یک دانه دیگه طرفه که او تقریبا برندترین آبشار بین فیلند بین ملبن نمویه، بس یک نه دیگه در گرور روشن رود است که اوی جای بسیار خوبصورت الیزابت دی چیزم است، لیکم است پالوشی بلده کمپینگ بلده جای بسیار خوب دار. در آینده زود کسته شما را انشالله ولخصار ورم یک ویدیوش شما را در شما نشون میدم که شما اگر انشالله تعطیلای کریسمس شد در اونجا یک دفعه چکر رفته یک ویزیت کرده میتونید. اگر از ویدیوی از ما اگر خوش شما آمده پلیز هم چینل سابسکرایب کید، از امی گنتیش هم پوچیخ کید که امی ویدیوی از ما هر ویدیوی که ما منداختم در زودترین مدت در شما برسه، شما متوخ کید لذت ببرید از نوربند کامنت های شما مم لطفا دوست میشی. مم کوشش نی که بهتر خوبتر خوب بهترتر که دباری از ویدیوهای از خود خوره که شما مکست از این ویدیو از مو لطفا دوست شونید. خوب جای
جای چکر ملبن را دور و نزدیکش را بلده شما نشون بدم. مقصد چینل را سابسکرایب کنید از یادتون نره که می ویدیوهای از ما از تعاون شما میتونی که ما می چینل خوب پیش ببری. ما تعاون شما در کار داره که شما می چینل را سابسکرایب کید، لایک کید، کامنت بدید که ما از هر کامنت های شما ما کوشش بهتر خوبتر یک سبق یاد بگیری یا کوشش بهتر تر کنی ویدیوهای از خودمون خوره که در آینده از تعاون شما مو خوب ویدیوهای قشنگ نربند ویدیوها بلده شما جور کنید. تشکر، خداحافظ شما در ویدیوهای بعدی.